این مادر 11 سال میشه فرزند خودش کفته سر. سلام علیکم. من مادری یادگار مظفر جان. پسری من 11 سال باز بی نام نشان بی درک، هیچ کس نمیداند. پسری من سالی تولد 1986 صاحب یک فرزند می باشد. پسرم سال 2012 بس شهری سنگ پترزبورگ برای کار رفته بود. کار میکرد، پول میفرستاد، هر روز با تلفن گپ زنان میکردیم. یگان روزی نبود که زنگ نزند. هر روز زنگ میزد. بسیار مهربان. اسماعیل جان، از ما خواهش میکنم فرزندی مرا کاپی. اول خدا با کمک شما چندین بچه های گم شده پیدا شدن. التماس میکنم روزی آخران با روزی 13 فوریه میبخشید. روز 22 فوریه 2013 ما گپ زنان کرده بودیم. زنگ زده بود. بعدی هم باز دیگه یکان خیلی خط و خبر نیه. امروز کدام همسایه ایش میگش که نمروی ما رو میتیش میگه که در همین آدم برو یا ویدیوش کنم. خب از همه شما خواهش میکنم صورت یک بار خوب نظر کنین. همین برادر خودمان در یگان جا یکی میبینه و من نام فامیلش در اینجا مینویسونم. این اسفره عیده های چیلگزی بده، مظفر نامش، یاروف مظفر. خب سال تولدش 1986 بوده. بچه که سال 2012 همین شهر سنگ پترزبورگ آمدگی بوده. تا ماه فوریه سال 2013 را میگه با تلفن قطیمون گپ میزد، معاملش خوب بود. مثال روز یک بار دو بار میگه صحبت میکردیم. همین ماه فوریه که جای کار میروه، جوروهاش قطعی همسیفاش قطعی تلفن قطعی گپ میزه، میگه یا جای کاری زور یافتگیم خیلی بیوی، میگه پولتیش هم زورای، کارم زورای. حاضی جوروهاش با پیشش نامده نرسیده خودش به نام نشان میشه. تلفناش همه کشتگی خودش به خط خبر. این ایروز فقط 12 سال شده که به نام نشانه. از تمام شما خواهش میکنم ویدیو را لایک، پادلیتسا، کامنتار سخنای خوب نویسونین در کامنتاریا. یگان مخورات ننویسونین، یگان گپی ناجو ننویسونین. همین کامنتاریا نویسایی که بیکار در خانه روز دراز خوابین روی پا فقط در کامنتاریهای مردم میگردین اقرات کردن. میخزین کار کنین. اینا گروپ های تلگرامی کوربور در روسیه 128,000 подписчик داره. 128,000 подписчик. سیلکش من در کامنتاری همین ویدیو میمونم، در افسان همین ویدیو میمونم. کدومتون که کار لازم باشه، جای کار لازم باشه، دروین همون گروپ دا جای کار любой время در любой شهر روسیه که باشین جای کار میوی. خالتور هم هست، روزی کاری هم هست، ابیوم هم هست، کاری زواد هم هست، کاری سکلاد هم هست، любой نمود کار هست. روزشده ای 100 تا زیاد اعلان جای کار میپردازن. گروه را ساختگی اون برادرای عزیز، ساختگی می گروه را برای کمک رسانیدن به مردم غریب، یعنی آسانی بیارن به مردم خدمت. کدوم ده کار لازمه کار میکوای درون، کدوم ده کار داره آدم در کارش مینویسه آدم میگیره درون، کدوم مقصد یگان سکلاد یگان جدا کارگر در کارش مینویسه در اوج آدمای بیکار شستگن زنگ میزنن در کار میکنن. من همیقا نصیحت کدومتون ده کار لازمه گروپ های تلگرامی کار بار در روسیه. کدومتون یگام حجت گم کردگین، یگام دکمنت گم کردگین، یگام انا مقصد یگام کاری دیگه در غلطگین، یگام مشکلی دیگه در غریبی در افتادگین در گروپ های تاجیکان روسیه نویسونه. سیرکه گروپ های تاجیکان روسیه هم در همینجا میمونم. این هر دی گروپ های خدمت. مقصد گروه تاجیکان روسیه چند موضوع را در بر میگیره. در اوجه دکمنت های گمشدگی را هم اعلان میکنیم. مقصد آدمایی که یگام پراپیسکا گم کردگن و پاسپورت گم کردگن و یا را هم اعلان میکنیم. یگام آدمای گمشده را هم در اوجه اعلان میکنیم. اونجا همین گفتگو گپا همه مشکلی مهاجرای در گروه تاجیکان روسیه. من سیلکه هر دشه در کامنتار میمونم. انا دروین خبر گیرین، بینین، کار یابین، روین کار کنین. نشینین روزی دراز در خانه بیکار.
комментария ба комментария мегарден, ҳақорат кара, вале бо як нағми дига буромада бига лайф да мешинен 24 саат лағлақ кара вағвақ кара. хай хулоса мехоҳам шумода осонӣ биёред, каме ҳам боша. аввалаш мушкилкушои ҳамаи дағо Аллоҳи нозанин хичай. Мо ва шумо ҳама сабабем. Ин телеграм ино ҳама сабабам. Аллоҳ худаш нигаҳбонтон боша ва Аллоҳ худаш мушкилкушои ҳамаи корҳои иншааллоҳ дуо мекунем Аллоҳ ҳамаи мушкилиҳои мо ва шуморо ҳал кунад. Аллоҳ худаш моро ба роҳи рост ҳидоят кунад.